دیوید بکام نه فقط یک نام در تاریخ فوتبال، بلکه یک قصه است. قصه پسر بچه‌ای که با رویای پوشیدن پیراهن منچستر یونایتد شبها با توپ خوابش می‌برد. بکام فقط گلزن نبود، فقط پاسور نبود، فقط کاپیتان نبود. او صدای یک نسل بود، نسلی که با ضربات آزادش نفس‌ها را در سینه بند داد، نسلی که شکست و افتخار را با موهای طلایی‌اش مرور کرد. ما او را در لحظاتی به یاد داریم که توپ را با دقتی جراحی‌گونه به قلب دروازه‌ها می‌فرستاد. ما او را به یاد داریم وقتی با اخراج در جام جهانی 98 تمام بریتانیا روی شانه‌هایش سنگین می‌کرد و به یاد داریم وقتی با اشک و تعهد دوباره ایستاد، قوی‌تر، بالغ‌تر، مؤثرتر. او بازیکنی بود که فوتبالش با احساسش ترکیب شده بود. نگاه کن وقتی پشت توپ ایستاد، گویی زمان برای چند ثانیه متوقف می‌شد. انگار زمین منتظر فرمانی بود و آن فرمان از پای راست او صادر می‌شد. دیوید بکام فقط بازیکن نبود، او چهره مدرن فوتبال شد. پلی بین جذابیت و جنگندگی، از اولد ترافورد تا سانتیاگو برنابئو، از لس آنجلس تا پاریس. او هر جا رفت قلب‌ها را با خودش برد، حتی اگر جامی نیاورد، اما اعتبار، صداقت، انضباط و ظرافت. او همیشه فقط برای خودش نمی‌جنگید. بکام بازی می‌کرد برای هواداری که از پشت تلویزیون با هر لمس توپش زندگی می‌کرد. بازی می‌کرد برای پدری که آرزوی بچگیش رو توی اون پاها می‌دید. برای پسری که پشت مدرسه توی حیاط مثل اون توپ می‌زد. و شاید برای همینه که دیوید بکام هیچ وقت از یادها نرفت. حتی اونهایی که هیچ وقت طرفدار منچستر یا رئال نبودن هنوزم میگن بکام یه چیز دیگه است. شخصیتش، رفتار خارج از زمینش، نگاهش وقتی زمین میخورد ولی با غرور بلند میشد. چه وقتی در جام جهانی گل زد، چه وقتی در لس آنجلس گل نزد. در هر دو حال شانه‌هایش صاف بود. او فقط بازی نمی‌کرد، تأثیر می‌گذاشت. زمان گذشت. زمین فوتبال خیلی ها رو دید که اومدن، درخشیدند و رفتن. اما بعضی اسمها روی چمن نمیمونن، میرن توی حافظه جمعی، توی قلب مردم. دیوید بکام از اون اسم هاست. اسمش با چمن گره خورده، با تیتر روزنامه ها، با اشک هوادارها و مهمتر از همه با احساسی که توی سادگی یک شوتش، یک سانتش یا حتی یک نگاهش موج میزنه. اون شاید الان کفشاشو آویخته باشه، اما هنوزم وقتی توپ میچرخه توی زمین، وقتی صدای گزارشگر اوج میگیره، یک گوشه ذهنمون دنبال شماره 7 میگرده که با تمام وجودش فوتبال رو زندگی میکرد. و حالا ما اینجا نشستیم نه برای تماشای گلهاش، بلکه برای احساس کردنش، برای یادآوری این که فوتبال بدون بکام مثل دریای بدون موجه، همچنان زیبا اما نکامل. پایان این ویدئو پایان خاطره ها نیست. دیوید بکام هنوز توی ضربان دل ما بازی میکنه، همانطور آرام، دقیق و شرافتمند.